درود رفقا، به چنل ما خوش اومدید. امروز میخوام یه جای دیدنی و تاریخی آلمان رو بهتون معرفی کنم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. بله دوستان، اسم این سد زیبا هست ادرزه که پشتش یک دریاچه بسیار زیبایی وجود داره که این دریاچه به بزرگی 12 کیلومتر مربع است. این سد سال 1910 شروع شد و 1914 هم تموم شد که پا قدمش هم جنگ جهانی اول شروع میشه. این سد حدود 40 متر ارتفاع و طول 400 متر داره و یکی از سدهای بزرگیه که توی آلمان وجود داره که کلا ساخته شد برای کنترل سیلاب و تولید برق. البته این بگم که توی جنگ جهانی دوم در پایین دست این کارخانه آلومینیوم سازی بود که برای ساخت هواپیما استفاده می شد و نقش بسیار تاثیرگذاری تو جنگ جهانی دوم داشت. البته اینجا کلا جایی بالی برای گردشگری، حتما سر بزنید. سالانه روزانه کلی آدم میاد برای تفریح و چیزهای جالبی که داره. شما میتونید کشتی سواری کنید، قایق سواری کنید و همچنین دور تا دور دریاچه مسیرهای دوچرخه سواری، کوهنوردی و جالبه که میتونید کلا کمپینگ کنید اطراف دریاچه. جاهای زیادی برای کمپینگ. حالا یه مقدار پول برای اون جایگاه پرداخت کنید و استفاده کنید که معمولا از 16 یورو شروع میشه به بالا. برای یه کمپینگ ماشین فکر کنم 30 یوروه. و روزی که اونجا رفتم خیلی برام گفتم خدا اینجا من کجا اینجا رو دیدم. خیلی برام آشنا بود و همش ذهنم درگیر بود اینجا من قبلا اومدم. تا بله فهمیدم من قبلا توی بازی کال آف دیوتی که سال 2003 بازی میکردم این مرحله رو رفته بودم و خیلی جالب بود برام و سریع وقتی اومدم گوگل کردم و متوجه شدم. و همچنین توی جنگ جهانی دوم توسط ارتش بریتانیا مورد اصابت قرار میگیره و کلا خراب میشه که بعدا توسط اون زندانیان کارگران اجباری که گرفته بودن ساخته میشه. و چیزی که بالی که داره اینه که کشتی سواریشه که کل دریاچه رو به مدت 2 ساعت به اصطلاح میچرخه اون اطراف. در کل برای هر 2 ساعت 14 یورو پرداخت میشه. برای بچه ها 4 تا 14 ساله 7 یورو و برای کسی که دوچرخه دارن یا سگ دارن میبایست 2 یورو مازاد پرداخت کنن. همونجور که میبینید برای آشپزخونه کوچیک داره که سرو یه سری خوراک‌ها هست و نوشیدنی‌ها. البته اینم بگم که اونجا قیمتاش دیگه جداه. تقریبا واسه یه قهوه باید 5 یورو تا 6 یورو پرداخت کنید. این قلعه که سمت شمال دریاچه قرار داره قلعه والدکه که سال 1120 میلادی ساخته شده. البته جالبه که سال 1734 تا 1868 به زندان زنان بوده. و اینجا که گفتم همون کمپینگی که اطراف دریاچه است، کمپینگ ماشین با کاروان یا کمپینگ جداگونه که بخوای حالا چادر بزنی یا کلبه‌هایی هست که کرایه میدن وجود داره. در کل برای گردش خیلی عالیه. اینم یه رخی از صاحب اثر و ما بقیه هم عکسای زیبای ادرزه رو ببینید و لذت ببرید. امیدوارم که برید همچین جایی سفر کنید. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و به دوستان خودتون هم معرفی کنید. مرسی که تا اینجا بودید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار شما.